حضرت ابو هریره حدیث را نقل کردند، حضرت عمر گفتند که از این حدیث ها ما را مشغول شدن ما در بازار و مشغول شدن ما در صحرا محروم کرد. یعنی سببی که ما این حدیث امروز نمیدانیم و ابو هریره میداند در صحیح بخاری از این حدیث هم. سببش این که ما در بازار سودا کردیم، ابو هریره با اشکم گوشنا آمده علم گرفت، برای همین امروز ما نمیدانیم و او میداند. گفتن ببینید حضرت عمر یک حدیث ندانن عیب نیست. حضرت بعضی از حدیث ها بود که یگان کس نمیدانست غیر ابوبکر. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردند، یگان صحابه نمیدانست که در کجا پیامبر صلی الله علیه و سلم دفن میشن. یگانه ابوبکر میدونستن. گفتن که پیغمبرها در جایی که وفات میکنن در همون جا دفن کرده میشه. من این از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم. گفتن هیچ کسی نمیدونست غیر ابوبکر. بسیار علم هایی هست که غیر ابوبکر کسی نمیدونست. خب ندانستن حضرت عمر عیب نیست. حدیث ببینید در یک زمانه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندگی کرده حدیث نمیدونستن. من گپای مقدمه رو برای چی گفتم؟ برای اونکه اگر رفت و گویم که امام ابو حنیفه اون حدیث نمیدونستن، گویم واه تو دانستی ابو حنیفه ندانست. ندانستن امام ابو حنیفه هم عیب نبود، حدیث نرسیدگی بود. بنابراین وقتی به کتاب‌های فقه مراجعت میکنید میگید که برای چی خلاف کردن؟ میگن که برای اینکه حدیث به ایشان نرسیدگی بود. حدیث همه حدیث ها در زمان امام ابو حنیفه در یک جا جمع نبود. بعد زمان امام احمد، امام بخاری، امام ترمذی اینا اومدن زمان جوش و خروش علم حدیث بود. در آن زمان بعد مردم نوشتن شروع کردن، بعد در کتاب ها حدیث ها جمع شد. بنابراین اکثر حدیث ها در صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابو داود، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، این 6 کتاب معتبر، بعد موطأ مالک، بعد مسند امام احمد، مسند دارمی و این چنین سنن کبرای بیهقی متأخرتر هستند. اینها خیلی حدیث های زیاده جمع کردند.